دوستای عزیز سلام. امروز آمدیم به خرچه مازار، یارچه در نام خرچه مازار یاد میشه. یه گفتم از اینجا از سواک، از منقاش، از کواه یک ویدیو بگیرم برایش. دیگه چوپان سواک هم اینجا، چوپان منقاش هم اینجا. بیشتر از یه سوال کنم که یا چی کار منه. این زی منطقه، این منطقه در نام سواک. گندم هم که دیراو شده، کم کم مانده. یعنی ارچه در نام ارچه مازار یاد میشه. این طرف هم خانه منقاشه، اونجا هم گندم ها دیراو شده تقریبا، کم کم مانده. زمین فوتبال هم که معلوم میشه از اینجا. این طرف هم کوه. ولی والله منده نباش. خوبی؟ سلامتی؟ مالا رو اینجا آوردی؟ چند دانه مال داره؟ 150 دانه است. خب زیاده. خانه کجا؟ حسینی. خب چند سال میشه که چوپانی نی؟ 2 سال. خب بسیار سه. کریم تو چطوری؟ خوبی؟ خوبی. سلامتی؟ سلامت. بیا کریم این طرف بیا. خوبی کریم؟ خوبی بخیری؟ سلامت باش. خانه کجای کریم؟ تفروه. خب تو چوپان کجایی؟ دمینکاش. خب مالا رو اینجا آورده؟ اره. ماندن نشته قصرام ده؟ نه ماندن کجا نشو. خب تو چند مال داره؟ 40 دانه؟ 40 دانه دارم. از تو خانه کجا؟ تفروه. چند سال مشوفانی نی؟ اینی 4. بسیار عالیه. سرخلایت خوب قطو؟ خوبه. خوب آدمایه؟ خوب آدمه. خب بسیار عالی. دوستا این طرف که میگرنید مالای دیگه، مالا اینجا مالا هم ده.